کاشه که بهم میگفت چطور میتونستم جلوی این مصیبت رو بگیرم. آذر خوابیده این زیرو، من هنوز گیج مردنش. وای آقا شد، وای از این عذاب. این خوره افتاده به جونم. کسی که اراده کنه به مردن هیچی جلودارش نیست. این خدا بیامرز پاشنه بر کشیده بود واسه مردن، پیشتری فاتحه خونده بود واسه خودش. تو هم اینقدر خودخوری نکن بابا جون. حتی عشقم نجاتش نداد. عشقی که امیدی به وصلت توش نباشه همسایه دیوار بی دیوار مرگه. یعنی اون لحظه چی پیش گذشته؟ وقتی داشتم میرفته اونور مرز زندگی، وقتی داشتن در دنیا رو به روش میبستم، وقتی داشته آروم آروم رگشو میزد. اول یه خراش کوچیک، بعد یه خراش عمیق، بعد عمیق‌تر. بس کن بابا فرهاد. 1000 بار دوره کردم با خودم اون لحظه رو آقا جون. 1000 بار. کاش لااقل اینجا آروم بگیره بعد یه عمر سرگردونی. کاش. آرومه بابا جون، آرومه. خصوصا که الان طفلشم کنارشه. تو نمیدونی فرهاد چه آرامشی دارن پدر و مادرایی که بچهشون کنارشونه. حالا چه مرده باشن چه زنده فرقی نمیکنه.